بیا نه چه خور بگیر. او دختر این اینج بی شکری. خب آقای داماد خدمت شما عرض کنم که خوب جای آمده بچه من. ما همو ترادمای چشم و دل سیری هستیم، کم توقع. خب خدا رو شکر که شما کم توقعید. انشالله که خدا شما رو خیر بدید. فقط اینی بچه من ما یک سری چیزای خورده هست اینجا نوشته کردیم که انشالله از پش برمید. صبر چی نوشته کردیم؟ چه خبره؟ مگه شما کم توقع نبودید این همه رو که وقت دارید بنویسید حالا؟ نه بچه من نگران نباش، اینا رسم مایه. خب بچه من اولین چیزی که در مون خیلی مهمه اونو مهریه. 124,000 سکه در نیت 124,000 پیامبر مهریه دختر باید باشه. اونو دو تیفرانی مسلم هم هست نباشه که در نیت از اونا باشه. نه ما در پیامبر بیشتر اعتقاد داریم. این دومین چیزی که خیلی مهمه وسایل خانه بچه من. تمام چیز ریزه کچه در گردن داماد و باید بهترین چیزایش رو بگیره. مثلا اونسی یخچالای خارجی هستی که درش شیشه این از بیرون داخلش پیدایه، باید از خود چی بخری که دختر من از بیرون ببینه که میخواد از یخچال چی برداره که اذیت نشنه. خیلی ببخشید ولی یخچال خودون چون مال 30-40 سال پیشه. او یخچال میدونی ما چرا عوض نکردم؟ به خاطر از اینکه یادگاری ننه خدا بیامرز نبود، خود من دوستش داشتم عوض نکردم. سومین چیز که از شیر بها بگم برای است، یعنی دختر من اینقدر شیر زیاد مخورد که الان به خاطر همون باید 15 دانه گاو شیرده هلندی شیر بهایش بشه. نه آخه تو که از من گفتی ما شیر پاکتی مخوردم. پد از سوخته چیم سفید دون خوره بگیر ما بعدا دستو حالی میکنم. تو صبر که تو نه بوز نمیشه بیارم. نه اصلا چون که بوز شیری نداره. بعدش هم هر چی که دنام خودته باید بزنی دنام دختر من. والله که ما چیزی دنام منیه. تنها چیزی که دنام است اون سیم کارت من. خب همونم باید دنامش بزنی. حالا کلیه خورم میتونی دنامش بزنی که بعدا هر وقت لازم شد بفروشی. نه زیاد سخت نگیر، ما دوستش دارم. با دختر میسین که خیلی تنتومه خورا بیزارمی بوشه و ما دست یک دوست داشتن نشان میدم که اون سرشنا پیدا. خب داشتم گفتم حق طلاقم باید با دختر ما بشه. نه دست شما در نکنه به خاطر چای بازی اوضاعی که شما میگید این که شما توقع شما زیاده. ما حالا قصد ازدواج ندارم، میخوام ادامه تحصیل بدم. دختر خود ترشی میندازید بهتره. خدافظ. نه ما اون دست سختی روزش کردم بیغازگار تو رو برندی. آفرین یادی پیش از این زاری زده بودی به خواستگاری تو این از کجا میشناختی ها؟ بگاش گوشی خوری بیار. خدا نه گم از دون اشتباه باشید ما این اصلا نمیشناسیم. این چی هستن؟ تو چی هستن؟